سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم با ویدیوی ای فوتبال و چطوری پک بزنیم که احتمالش بیشتر بشه که اون بازیکن رو بهتون بده. رفتیم بریم که شروع کنیم. حالا اینجا وای میستیم بالا بیاره. اینم لگو اصلی فوتبال میبینید. تازهش هم همین این چی هم هست، لگوی مال ای فوتبال همش داره آینده رو پیش بینی میکنه. اون که مال جام آفریقا بود که آخر هم درست بود. اینم که لگوی اصلیش فکر کنم همین زده بود آرژانتین، خود برزیل، اسپانیا، خود ایران و خود همین پرتغالی فکر کنم زده بود. بالا هم بیاره یه بکند. ای خدا چه پایین دادی میخواد. بمیشیم که دانلود هم شدیم. و دوستان یه نکته رو بگم که من همین کوین ندارم که پک بزنم، ولی 100 تا کوین قبلا جمع کرده بودم. حالا داخل ویدیو هم نشون میدم. پک کمپانی رو زدم. حالا در ادامه میبینید که چه اتفاقی افتاد. وای چرا دانلود نمیشه؟ چون آخرش قبلا نخو گفتش که 49 مگابایت اول کار دانلود کن. این دانلود نمیشد. الان با فیلتر شکن باید دانلودش کنی. تاش هم اگر در همین شما اون منوی اصلی گیر کردیم که نمیاره، ماره همین قبلی بود، اون پیشنهاد میکنم که کانال ما رو دنبال کنید، چون در ویدیوهای آینده قرار اونم توضیح بدیم که چه کارا باید بکنیم. حالا و وارد منوی ای فوتبال میشیم. اینا حالا اشتباهی دستم بریم نشون بدیم. نگاه کنید بچه‌ها، اگر میخواین این فوتبال گول بخوره، نگاه کنید من یه دونه بازیکن باز کردم مال پک واران و کمپانیا و این بازیکن نهادی. نگاه کن من یه بازیکن هم کم شده ازش 100 تا زدم. پس یعنی حالا نگاه کنین، برم داخل ترکیب نشونتون بدم که چه اتفاقی افتاده. و با اون 100 تا تونستم کمپانی رو بگیرم. حالا چطوری بیان که براتون توضیح بدم. نگاه کنید بچه‌ها، اول به تعداد بازیکن خفن اون پک، مثلا پک کمپانی و واران خودمون بازیکنه 3 تا بازیکن خفن داره که همین 3 تا. پس 3 بار مثلا میای اینجا کنسل میزنیم. حالا من چه کار میکنی فوتبال نکن. نمیذاره بزنیم پک نکنیم. انگار نمیذاره بزنیم پک، ولی وقتی میریم داخل میخوایم پک بزنیم 3 بار کنسلی میزنیم برای هر کی. مثلا پک برزیل رونالدینیو، کاکا، کافو این 3 تا رو داره، یعنی باید 3 بار کنسلی بزنی تا احتمالی که یه بازیکن خوب بهتون بده بیشتره. مثلا من هنوز زیاد پک نزدم، ولی این پک رو که زدم 3 بار این کار کردم تا یکی از اینا رو بهم داد که اونم کمپانی بود. بچه‌ها پس تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.